هرچی ازت میپرسم اگر درست جواب ندی خودت و زنت میرین زندان، بچه‌هاتم یه راست بهزیست. من اسم میخوام. ناصر. ناصره؟ خاکزاد. یعنی سعی میکرد با شخصیت باشه. منم خیلی سعی کردم کمکش کنم اونجوری که دلش میخواد باشه ولی نتونستم. نشد. ناصر خاکزاد مگه کسی هم از این بی‌ناموسو نشناسه؟ میدونی من چقدر گشتم دنبال تو؟ چقدر؟ 1 سال؟ حقوق 10 سالی تو یه جا بهت میدم. پرویز عباسی بر تو کار میکرد؟ یادی بچه رو دزدیده ولی نمیشناسیش. بچه چیه این وسط؟ همون طفل معصوم که دادیش دست اینا فرستادنش تایی دره. همونی که باباش منم. تو این چند روز کم دیدی آدمایی که رو جنس همسال تو زندگیشون رفته به باد؟ بلایی به سرت میارم که حال دونه دونه آدمایی که اسیر خودت کردی و بفهم. آخرش چی؟ چیکارش میکنی؟ اعدام میشه. این یه کارو با من نکن. الان پولاشو مصادرهش برگردم برن همون جایی که من بزرگ شدم، خب چی میشم؟ میشه یکی بدتر از من. یه را پیدا کردم گیر نمی‌کنی. میدونی من از چی میسوزم؟ من از این دارم میسوزم. من مرده بودم، اینا منو آوردن زنده کردن خودشون بکشن.